نقش کتابخانه‌ها در جامعه. کتابخانه‌ها نقش بسیار اساسی و مهمی در جامعه دارند. کتابخانه مهمترین نهادی است که در هر کشور موظف است به نیازهای فرهنگی و اطلاعاتی همه اقشار جامعه پاسخ دهد. کتابخانه در جامعه یک مرجع فرهنگی برای انسانها تلقی می شود و نقش کتابخانه‌ها را به عنوان یک نهاد فرهنگی در توسعه این بخش نمی‌توان نادیده گرفت. کتابخانه‌ها دروازه‌ای است به سوی دانش که شرایط اساسی را برای یادگیری مداوم، تصمیم‌گیری‌های مستقل و توسعه فرهنگی افراد و گروه‌های اجتماعی را فراهم می‌آورد. هرگاه شرایط رشد کتابخوانی در جامعه‌ای فراهم شده، آن جامعه پله‌های ترقی را طی نموده و به توسعه پایدار دست یافته است و هرگاه کتاب و کتابخوانی مورد بیمهری قرار گرفته، جامعه رو به قهقرا رفته است. کتابخانه در واقع فرصتی است برای همه افراد جامعه تا بتوانند خود را به دانش و اطلاعات روز مسلح نمایند و به شکلی فعال در امور فرهنگی جامعه خود دخالت داشته باشند و در فرایند توسعه نقشی اساسی را ایفا نمایند.